پشت پرده به بالهای سیاسی اهمیت نمیده و شطرنج باز خوبی. پشت پرده به همه موضوعات میپردازه و با کسی تعارف نداره و تنها خط قرمز ما مردم. ما اجازه نمیدیم که رسانه‌ها از عدم سواد رسانی مردم سوء استفاده بکنند. پشت پرده. پس از کش و قوس‌ها و جنجال‌های فراوون بر سر انتخاب رئیس فدراسیون فوتبال با لابیگری‌ها و اتفاقات عجیب و غریب پشت پرده، علی کریمی حذف شد با یک سناریوی کاملا ساختگی و آقای سید شهاب الدین عزیزی خادم در رأیگیری هایی که صورت گرفت تونست به سمت رئیس فدراسیون فوتبال ایران برسه و به این صندلی برسه. انتخاباتی که به دور دوم کشیده شد، دور اول اون رو 4 کاندیدا حضور داشتن: آقای کیومرث هاشمی، آقای سید شهاب الدین عزیزی خادم، مصطفی آجرلو و علی کریمی که در دور اول آقای کیومرث هاشمی 24 رای، سید شهاب الدین عزیزی خادم 35 رای، آقای مصطفی آجرلو 18 رای و علی کریمی 9 رای به دست آوردن، در حالی که عموم مردم انتظار داشتن علی کریمی به عنوان یکی از محبوب ترین بازیکن‌های فوتبال ایران، کسی که تجربه بازی در لیگ‌های ایران، لیگ‌های حاشیه خلیج فارس و لیگ‌های اروپایی رو داشته، بتونه سمت ریاست فدراسیون فوتبال رو بگیره، اما با لابیگری هایی که در پشت پرده انجام شد به طرز عجیب و غریبی حذف شد. حالا جلوتر پشت پرده این حذف رو به شما میگم، چرا که این انتخابات انتصاب بود، نه اینکه بهش بگیم انتخابات، چرا که همیشه دولت نقش تعیین کننده ای رو داره در انتخاب رئیس فدراسیون فوتبال، چرا که عموم مردم حق رأی برای انتخاب رئیس فدراسیون فوتبال ندارن، بلکه رئیس هیئت‌های استان‌ها، کاپیتان‌های تیم ملی فوتبال، فوتسال زنان، مردان و فوتبال زنان حق رأی دارن و به خاطر همین هستش که دولت فشار میاره به یک شهر. به خاطر همین هستش که آقای سید شهاب الدین عزیزی خادم تونستن رئیس فدراسیون فوتبال بشن. حالا چطوری؟ دولت که نمیتونه مستقیم حالا مثلا بیاد بگی که آقا این گزینه مد نظر منه، بیاد اینو بکنید رئیس فدراسیون فوتبال. فشاراش چجوری هستش؟ میاد به رئیس هیئت‌های فوتبال شهرستان‌ها میگه که آقا حالا فلان بودجه رو به شما میدم، فلان سمت رو به شما میدم، بیا و مثلا به گزینه مد نظر من آقای سید شهاب الدین عزیزی خادم رأی بده، چون این گزینه مد نظر منه. حالا رزومش رو هم میگیم. آقای سید شهاب الدین عزیزی خادم 10 سال تونسته بودن یه قرارداد چارتر رو ببندن که هواپیماهای چارتر در اختیار فدراسیون فوتبال قرار بگیره. عضو هیئت مدیره شرکت ایران خودرو، شرکت پتروشیمی امیرکبیر و شرکت پتروشیمی شازند بودن و جالبه که عضو هیئت مدیره اینا بودن. اینا همه شرکت‌های دولتی هستند که ایشون تونسته بوده عضو هیئت مدیره این شرکت‌ها باشه. پس مشخصه شما وصلی به دولت که تونسته عضو هیئت مدیره بشه. یکی از بیرون که نمیتونه بیاد عضو هیئت مدیره بشه. از اون طرف آقای کیومرث هاشمی هم که رفت دور دوم، ایشون هم رئیس سابق کمیته ملی المپیک بوده، معاون سابق تربیت بدنی بوده، سیاستمدار اصلا کلا ایشون، و کلا 2 تا گزینه‌ای که مد نظر دولت بوده رو با لابیگریایی که با شهرستان کرده بودن آوردن بالا. به رئیس فدراسیون شهرستان گفتن آقا پولی به تو میدیم، سمتی به تو میدیم، به گزینه مد نظر ما رأی بده. علی کریمی هم به طرز عجیب و غریبی حذف کردن با 9 رأی که اصلا نتونه حرف بزنه، که انتخابات کشید به دور دوم. علی کریمی هم به نشانه اعتراض این مجلس رو ترک کرد. حالا راجع به روند رأیگیری هم صحبت می‌کنیم. اول بریم صحبت علی کریمی رو بشنویم. علی کریمی نشد بعد از مدت‌ها، بعد از سال‌ها، خب طبیعتاً شرایط برای حضور فوتبالی‌ها رقم خورده شه. حالا ما این کارو کردیم و طبیعتاً دیگه نشد دیگه و آرزو موفقیت می‌کنم حالا برای آقای عزیزی خادم و آقای هاشمی به دور دوم کشیده شد. انشالله هر کسی که انتخاب میشه بتونه یه کارهای اساسی برای فوتبال این مملکت انجام بده. هنوزم دغدغه فوتبال رو دارین شما دیگه قطعا؟ دیگه ندارم طبیعتاً. خب
و مطمئنم که من البته اینو بگم که از اول میدونستم که چه اتفاقاتی میفته، فقط برای این حضور پیدا کردم که پس فردا نگن که آقا حالا شرایط مهیا شد که فوتبالیام حضور پیدا بکنن، هیچکی هم نیومد. من فقط برای اینکه این بهونه دست یه سریا نیفته این کارو کردم و یعنی از اول مشخص بودش و تشکر میکنم از اون نوت عزیزی که به من رأی دادن. فقط خوشحالم از این بابت که توی این انتخاباتی که شرکت کردم متوجه شدم و اینو به تمام بینندگان حالا توی سرتاسر جهان، ایران، همه جایی که این مصاحبه رو می‌بینن 9 نفر توی این مجمع بودن که دوست داشتن فوتبال یه تغییرات اساسی بکنه. از این بابت هم خوشحالم، از همشون هم تشکر میکنم و امیدوارم رئیسای بعدی هم این دوستان رو اذیت نکنن و همون رویه حرفه‌ای رو دنبال بکنن کمون که همه چنین انتظاری دارن. به نظر شما این رأیایی که حالا به سایر دوستان داده شد پاک بود؟ من دیگه اون نمیتونم، اون دیگه واگذار میکنیم به وجدان خود دوستان. خب طبیعتاً برای من رأیشون قابل احترامه. خب هر کسی یه حق رأی داشتش، طبیعتاً منم اگه جای اونا بودم به اون کسی که دوست داشتم رأی میدم، ولی خب دیگه طرف وقت خودشو پیش وجدانش امیدوارم خیالش راحت باشه و به فوتبال خیانت نکرده باشه. همین. مشخصه 9 نفر کیا هستن که شما میگید که امیدوارم اذیتشون نکنه؟ مشخصه کیا هستن 9 نفر؟ نه مشخص نیست، ولی خب دیگه خودشون میدونن دیگه. من فقط تشکر میکنم. مهندسی که من اونو که نمیتونم، اونو دیگه بعدش از چیز سوال کنید، ولی جا داره که با تأخیر هفته مهندس، روز مهندس رو به دوستان، به مهندسین عزیز تبریک بگم و براشون آرزوی موفقیت. آقای کریم ممکنه به رئیس بعدی کمک کنید؟ ممکنه به رئیس بعدی کمک کنید؟ نیازی به من نبود، چون اگه نیازی به من بود طبیعتاً رأی می‌دادم. از اون طرف یکی از اعضای AFC و فیفا هم به صورت زنده و لایو داشتن انتخابات ریاست فدراسیون فوتبال رو مشاهده می‌کردن، اما اختلال ایجاد شده در پخش زنده این انتخابات، در حالی که سایت آنتن داشت به صورت زنده پخش می‌کرد. یه اختلالات ایجاد شد که اینم در هنگام رأیگیری عجیب و غریب بود. از اون طرف آقای بهاروند یه نکته‌ای هم اشاره کرده به عنوان سرپرست فدراسیون فوتبال که آقا نیاد ناله بکنید بگید که بدهکاری هستش و چه این و چنا. ما در حال حاضر 160 میلیارد تومان پول در فیفا داریم که بلوکه شده که اونو میتونید آزاد بکنید. برای همینه که دولت خیز برداشته واسه ریاست فدراسیون فوتبال، یه پول مفتی اونجا هست، راحت میتونن دور هم دیگه حالا یه سری کارها انجام بدن. فدراسیون بدهکار برای لقب میدن، یه سری صحبت ها میشه، ما هم یه سری بخشا رو قبول داریم که ایرادای در کار بوده و نمیتونیم منکر بشیم، ایدال کار شده، های زحمات زیادی کشیده شده، بدهکار هست فدراسیون. باید در مقابلش همه دوستان میدونن که ما منابع مالی در فیفا داریم که مطالبات ما در مقابل بدهی اصلا بدهی ما ناچیزه و فکر میکنم انشالله هر که رئیس فدراسیون فوتبال بشه حداقل 150-60 میلیارد پول تو حسابش داره که میتونه انشالله با بحث این تحریما که انشالله برکنار بشه بتونه به رال کمک کنه به مجموعه فدراسیون فوتبال و اون زیر ساخت‌ها و اون کارهایی که باید حتما انجام بشه. به هر حال دوستان ما زحمات زیادی کشیدن در این راستا و خیلی از اون ناظرهایی که بودن تاکید داشتن که آقا رأیاتون رو جلوی دوربینا نگیرید و دستتون رو رأیاتون بذارید که بقیه نبینن، به خاطر اینکه گندش در نیاد که شهرستان ها که لابی کردن به کی و کدوم گزینه دولت رأی دادن و خیلی تاکید داشتن که آقا رأیاتون رو جلوی دوربین ها نگیرید. ببینید دستتونم بگیرید رو برگه از بالا، لنزاشون قوی از بالا میگیرن، دستتون رو برگه بزنید. اما خب به هر حال همه این اتفاقات گذشت. در دور اول آقای کیومرث هاشمی، آقای سید شهاب الدین عزیزی خادم تونستن بیشترین رأی بیارن. رفت دور دوم، در دور دوم هم آقای سید شهاب الدین عزیزی خادم تونستن بیشترین رأی رو بگیرن و رئیس فدراسیون فوتبال ایران بشن. ارتباطاتی هم با دولت دارن و دور همن. برای همینه که فوتبال ایران هیچ وقت پیشرفت نمی‌کنه. علی کریمی هم به این قضیه اشاره کرده بود و گفته بود که اینا اگر میتونستن کاری بکنن تا قبل از این میکردن، تا الان که دولت هیچ کاری نکرده بود بعد از این هم نمیتونه هیچ کاری هم بکنه و کلا انتصاب بوده نه انتخابی، نون و رانتی بوده که دور هم دیگه میخوردن. اینم ماجرای انتخابات فدراسیون فوتبال و رئیس فدراسیون فوتبال بود که
در نوع خودش هم جالب بود. دوست داریم نظرات شما رو هم بدونیم. اگر دوست داشتید کامنت برای ما بذارید و ویدیو رو برای دوستان خودتون هم به اشتراک بذارید. ممنون که تا این لحظه با ما همراه